بیکار هستی؟ میخوایم یک چیز برات بگویم مورال. هرچند یک حس برام میگه که گپایی که میخوای بگویی اصلا خوشم نمیاد، اما درست است، بگو میشنوم. ما هم کوشش میکنم این مسئله را تحمل کنم، اما بدون گفتن با تو نمیشه. سینان جان درست از گپ دراز نکو، بیاز فکرم بسیار مغشوش است. اورال چی ابرو حامل است. پدر طفل ما هستم. من کوکو میشم؟ یعنی بیادرزادیم در است؟ یکمی کم بود در زندگی ما، یکمی کم بود سینان. وام از برکت تو اتفاق افتاد. اورالی یک دقیقه پای من گوش کن. چی را گوش کنم سینان؟ چی را گوش کنم؟ صاحب 3 لیره شده نتونستی در بین قدر مشکلات آمدی و میگی که ابرو از تو حامل است. دیگه چی را میخوای توضیح بدی؟ چی را توضیح بدی؟ گوش میکنم. از یک کم نجات پیدا نمیکنیم دیگه شگری. حق با تو است، ما دیوانه شدیم. اما او قصد خودکشی را کرده بود اورال. یک قوطی دوا خورده بود، میفهمی؟ از مرگ برگشتم. یک دقیقه صبر کن دیگه، شما خودم حدس میزنم تا آخرین لحظات تو اونجا رسیدی و زندگیش نجات دادی نه؟ ای بیادر احمقم، ای بیادر احمقم. هنوز نفهمیدی که یک نقشه است. این درست دسیسه ای است که یک زن بر یک مرد جور میکنه. درست است، همراهی و عروسی نمیکنم، اما به یک مدت باید خانه ما باشه. هم زیر نظرم است و هم کنترلش کردم میتونم. مورال نظرت چی است؟ تو سر او شیطان رحم کرده برو. کلانا گفتن که خودکدر نی درد است نی درمان. همینجا نشانی باشه عاقبت تو امام تو میشه. ما او دختره نمیخوایم در خانه خود ببینم. مام در وضعیت او را تنها مانده نمیتونم. مورال چرا نمیخوای که بفهمی اونجا خانه مام است؟ سینان هر کار میخوای برو بکن دیگه. هم از تو و هم از او زنای احمق خسته شدیم. کافی است که در خانه زیاد نگرده و پیش روی من نیاید. صبح بخیر کنا. بیادر به قدر عجله کجا میری؟ باز برات قسم میکنم در ارتباط با قضیه خانم ناز بعضی تصویراست. ازم خواسته که اونا را پیدا کنم، اونجا میرم. درست است که عزیز بیادر بعدن برام قسم میکنه. حالا میخوایم از تو بشنوم. او تصویرها حتما ضبط شده و حال در یو اس بی یا در سی دی است. میرم که اونا را پیدا کنم کنا. تو داخل بیا، درست است گپ میزنیم. خیرت است کنا. دخترم 2 روز میشه که یک قسم عجیب شدی، پرسان نکردم که قار نشی، اما حالا بگو که چی شده. چیزی نیست مادر. درباره کنان است. دیروز دیدم که هم دیگر در آغوش گرفت. میبینم که همیشه متوجه ماستی. چیزی نبود که پات باشه. لطفا هر گپ از دل تعبیر نکن. درست است دخترم، درست است، اما قربان سرت میشم متوجه اورال دیوانه باش. بیازو به خاطر جنجال جور کردن یک بهانه میپاله. چی میشه دخترم؟ مقبوله. تو تشویش نکن. خدا بخیر برسانش سینان. همراه الینا بودین؟ بله، چند دقیقه پیش رسیده. شاید به تو بسیار سخت باشه. عمیق قسم است. اولین دفعه است که جایی میره. اما من همیشه همراهت هستم. کدام چیزی شده؟ ابرو همیال خانه میری و تمام وسایلت جمع میکنی، فهمیدی؟ منظورت چی است؟ اگر میخوایی که مرا به ازمیر روان کنی همیال گفته باشم، من نمیخوایم اونجا برم. ابرو چوب باش گپ ما گوش کن. با یک مدت خانه ما هستی. تو وقت فکرم کمی آرام میشه. میفهمیدم که قلب من نمیشکنانی. البته با این مانو نیست که به تو وعده‌ای را کردم عملی کنم و یا ای که به تو جایگاه خاصی را قائل شوم. ابرو فقط میخوایم که با یک مدت حالت روانی تو خوب شو و بس خلاص. بیازو هر چیز پشت آمد. حوصله ای گپا را ندارم. البته فهمیدم. با یک مدت همه قسم میباشه. بعد از او تصمیم میگیرم که چی کنم. درست است؟ ای بیبی بچیم، بعد از شنیدن گپای آقایسان ما هم حافظه پشت تصویر را روان کردم. کی میفهمه شاید یگان چیز پیدا شود. بسیار خوب فکر کردی بیادر، حتما یک چیز ثابت میشه. شاید خدای شخص به ما یک وسیله ساخته باشه.
بله حافظ، منتظر خبر خوبت هستم. فکر کو که کار شد استاد. تا 1 یا 2 ساعت دیگه تصویرها به دستت میرسه. گفتم پیش از پیش برات خبر بدم. خوب است، هزار بار شکر. دیدی ناق امیدوار نشده بودیم. بیبی حافظ، یک باری کار حل شود، هر چی خواسته باشی برات میتونم. خیر ببین استاد، مقصد کارت شد. خدا حافظ. بخیر باشه. برسا با 500,000 لیره آماده کو. زمان مکان آوردنش خودم برات میگم. گوش کو بیادر، وقتی که من در پیش عزیز بیادر بودم پاکتم میتی، درست است؟ گوش کو، خواهش میکنم فراموش نشه. کسی که در شرکت امنیتی کار میکنه رو پیسه دادی، درست است؟ درست است فهمیدم. ضرور نیست که تکرار کنیم. لالا بیبی، از این پلان باید درست استفاده کنیم. غیر از او عزیز بیادر بسیار جگرخون میشه. ما بسیار خوب میفهمم که موضوع از چی قرار است. تو سر ما اعتماد کن، دقیقه دیگه چیز نباش. ما حالا در آستم تا نیم ساعت بعد پیشت میرسم. درست است، منتظرت میباشیم. از اینکه کل چیز خوب است بسیار خوشحال شدم. درست است، از پیشرفت با من خبر بده. قبول است. ما رویت هم میباسم علینا جان. خداحافظ. چند لحظه پیش از دالیس تیر می شدم، تصادفاً یک گفتگو را شنیدم. اما گفتگوی چی؟ کیم روی کی گپ میزد؟ کنانم روی کسی گپ میزد. چیز خاصی نفهمیدم. شرکت، کمرای امنیتی، دادن تصاویر به عزیز و غیره و غیره. یک قسم گپا می زدن. اما جان خوب است؟ اما جان اونجا بیشی ها. تو را چی شد اما؟ ها؟ چیزی نیست. یعنی چی که چیزی نیست؟ رنگت کاملا زرد پریده. گفتم که چیزی نیست. ما به امبولانس زنگ میزنم. امبولانس نخواهین. اما چی شد؟ مرا نترسن. فوراً به تشویش نشین. قند خونم حتما بالا رفته و شکر پاره را نباید میخوردم. برم یک گلاس آب بده. اما هر روز برات میگم که متوجه خوراکت باش، اما تو اونا رو چرا میخوری؟ ها وقت برات ضرر داره. حالا باید از تو اجازه بگیرم که چی بخورم. بخور اما جان. باید به خانه بریم، اونجا استراحت کو. بیازو کل روز استاد بودی اما جان. ما به زودی از پای نمیفتم دلت جان. وقتی که کار ما خلاص شد باز میریم. چی میشه؟ یک بار خو گپ ما قبول کن. حالا شما برین، بیازو زیاد کار نمانده. 1-2 ساعت بعد باز ما میایم. سعیست اصل جان، تو برو یک تاکسی بخواه. حالا چطور هستی؟ کم خوب شدی؟ با هم دیگه. اما جان، توبه. هیچ خوردنت کنترل نمیکنی.
بیادر آرام باش. آقا عزیز چی شده؟ اورال پست کجاست؟ آقا اورال برآمدن. گفت که کجا میره؟ نه چیز خاص نگفتن، فقط گفتن که به یک مدت نمی باشن، به سفر سیاحتی میرن. به سفر؟ بله. دیدین او پست فرار میکنه. بریم. اورال تو ده اینجا چی کار داری؟ هیچ، اما تو با دیدنت آمده بودم. چطور هستی اما جان؟ حالا خوب تر هستی؟ از وقتی که آمدیم خدا بهتر احساس میکنم. این ملوش چی پخته کردین؟ بسیار گوش نشده. آی خاله جان تو هم بسیار شکم بو بر آمدی. بعد تو ترکاری شوربا و نان خشک میتیم فهمیدی؟ تو بسم الله، فقط که کرونا داشته باشم شوربا بخورم، همو تو یک قرمه مزه دار باشه همراه پلو، بانجان رو میشم که سرخ کرده باشی. بسیار دلم شده، زیاد دلم شده. ملوش زود تیار که دختره. البته جانم تو هر چیز دلت میشه. تو حتما عقلت از دست دادی اما جانم شب باید پریزانه بخوری. ملوش راست میگه. ملوش دسترخانه تیار که دختره. شفت کاری از حالت ساحل ختم نشده، حال به غذا خوردنم نمیاد. راست میگی، تو چند بجه شده هنوز نامده. من برش زنگ میزنم. زنگ تیر میکنم و جواب نمیده. اصل جون خواهش میکنم مرا ببخش، سرم قار نباش عزیزم. درست است؟ از دست او کنان کلانکار و پدر خودخواهت مجبور شده می قسم رفتار کنم. اگه نه من این قسم آدم نیستم که تو را بسته کنم و دموتر بندازم. خواهش میکنم مرا ببخش. گرچه تو هم مثل ناز از گپای من سرپیچی کردی، هیچ گپای مرا گوش نکردی. اگه به گپایم گوش میکردی و همراه من لجبازی نمیکردی، هیچ کدام از این اتفاقا را افتاد. گذشته از او تصویرها را به دست آوردی و همراهش مرا تهدید کردی. بعدن به شرمانه اونا را فاش کردی. من چی میکردم؟ اینا را نادیده میگرفتم؟ خانم ابرو شما چی میکنه؟ هیچ، لوازم ما عجیب میکنم. چرا این قصه میکنین؟ مایه اولتان است، باید بسیار احتیاط کنین لطفاً. خب نه جانم، چیزا نمیشه. ابرو متوجه خودت باش. حق با تو سینان جان، بعضی اوقات فراموش میشه که حامل است. سینان باورم نمیشه که در این جده پیش تو هستم. زیاد عادت نکن ابرو جان و از مام هیچ توقعی نداشته باش، درست است؟ فقط به یک مدت کوتاه اینجا می باشی، اصلا فراموش نکنی. به یک مدت کوتاه. درست است جانم، زود قار نشو. راستش تو به اورال گفتی؟ یعنی وقتی که خبر شد من به چند وقت میخوایم اینجا باشم چه قسم عکس العملشان داد؟ زیاد قار شد؟ بله قار شد. برم گفت که با زنای اشتباه سر و کار داری و تصمیم اشتباهی میگیری. البته حق به جانب من است، همه قسم نیست. به هر حال موضوعی مهم نیست. شکر خدا به یک چند روز اورال در خانه ما نمی باشه. به یک رخصتی کوتاه مدت رفته. از گپای مفت و هم کاملا بیغم هستم. اوه این خب بسیار یک خبر خوب است. پس تناستیم همه تا نیست؟ ابرو درست است چپ می باشم. همراهیم کمک میکنی؟
خوش آمدین. چی شده؟ چرا جیگرخون هستی؟ پرسان کو که چی نشده ملکه. کنان اصل کدام چیز شده؟ گفتی اصل ده خونه نیست؟ نه، ما وقت برآمدیم قرار بود او رستوران تا بسته کنم. هرچی زنگ میزنم اما جواب نمیده. اصل حافظ کنان این کار اورال است. عجله کن. عزیز تو چی میگی؟ پس اورال با دوستای خود نازه کشته. ما چه قسم یک کابوسه میبینیم عزیز. اگه اورال دختر مرم فرار داده باشه هیچ چیز مانع مرگ شده نمیتونه. یک بار دختر من پیدا کنم انتقام خوارم از او گرفتنی هستم. یک دفعه دخترم پیدا شوه باورم نمیشه. دخترم او قدر وقت همراه او قاتل خونخوارده زیر یک سقف. اگه اصل او را مجبور به طلاق دادن نمیساخت کاری که در حق خوارم کده بود در حق او هم میکرد. حتی نمیخوایم فکرشم کنم. ولی کنان تو چی میگی بچه؟ یعنی چی که نیست ها؟ تو میخوایی چی کنی اورال؟ میخوایی چی کنی؟ مرا فوراً از اینجا ببر. ببین سر خود دگان بلا میاری. لطفاً بانک بارم یا خودت مرا از اینجا ببر. اگه همیال دانو بسته نکنی دانو بینی تا برات یکی میکنه مثلا جان. ما همراهی تو چی کردیم ها؟ ما همراهی تو چی کردیم؟ بگو. قصد دیوانوار طرفم نبی گپ بزن. پدرت اگه قدر پشت خواهرش نمیگشت، اگه کلی چیز در گذشته رها میکرد و در فکر آینده خود میبود، هیچ کدام از این اتفاقا بر ما نمیافتاد. چی ضرور بود که پشت تصویرای او شب بگرده؟ خب یعنی پدرم مقصر است؟ قسمی که تو نازه خفه کردی اگه یک نفر الینا را خفک میکرد چی؟ میشیشتی یا سهل میکردی؟ پشت کسی که این کار کرده بود نمیگشتی؟ چی شد؟ چرا گپ نمیزنی؟ کدام جواب نداری که برام بگی؟ کدام تبسکو قضیه الینا فرق میکنه. عین چیز است. قسمی که الینا برای تو از پدر مام نازموتو بود. تو برهمانه خانم خدا و خواهر پدر مرا خفه کردی. اورال تو چطور توانایی را داشتی؟ چطور تانستی جان یک نفر بگیری؟ اصلا تو خودت چی فکر کردی؟ تو کی هستی؟ تو اصلا انسان هستی یا نه؟ دانو تبسکو گپ نزن. من از قصدی کارا نکردم صحبان شد. ما میخواستم علاج کنم که برم اما نتونستم دستایم کنترل کنم. فهمیدی؟ وقتی که او میتپید دستایم گلونش فشار میداد. قلب میگفت که علاج کن اما نمیتونستم. مانع دستایم شده نمیتونستم. کجاستی اورال؟
کجاستی؟ کنان چی گپ است؟ چرا چیغ میزنی؟ کجاست او بیادر به شرفت؟ در خانه نیز گفت با یک چند روز به سفر میره. گوش کن چی میگم، اگه از من کدام چیزی را پد میکنی با جرم همکاری با او قاتل تو را بندی میکنم. چی شده؟ قاتل چی؟ تو چی میگی ها؟ زور او قاتل فقط به زنام میرسنه؟ مثل که با کشتن نازک دفاع نکرده حال اصلام فرار داده. اورال نازک کشته؟ کنان تو چی چتت میگی؟ حالا این گپ از کجا شد ها؟ تصاویر جنایت در پیشم است. حالیم رفته و اصلا گریختانده. فکر میکنه با این کار نجات پیدا میکنه. طرف ما ببین سینان، این کار مذاق نداره. منظور مفهمیدی؟ اگه با یک طور موی اصل ضرر برسه از هیچ کار دریغ نمیکنم. اگه او پس بر زنگ زد اول به من خبر بده، درست است؟ اگه نه هر دویتان در گوشه زندان میپوسین. فهمیدی یا نه؟ فهمیدم. حالا صحیح فکر کن و بگو که اصلا کجا برده. چی بفهمم کجا رفته؟ او اورال از معلوم نیست که چی میکنه. تو همینجا میباشی حافظ، متوجه باشی. صحیح است؟ درست است، ای از من است. طرف ما ببین، خوش کنی کدام اشتباه نکنی. حالا جواب بده، برشان هیچ چیز نمیگی. بله سینان بیدار شدی؟ گوش کن. دی گل صبح چی شده اورال؟ دانت بسته که سوال پرسان نکن. به من فوراً یک موتر آماده میکنی. چرا؟ با ایوالا میرم. بعد از من با کشتی به میدلی میرم، درست است؟ سوال پرسان نکن. موتر که روان میکنی باید مسئول باشه. راستی یک موبایل و یک سیم کارت جدیدم برام روان کن. درست است، فهمیدم اما قدر عجله به خاطر چی است؟ اورال میشه بگویی؟ سوال پرسان نکن. این مذاق نیست، این مسئله مرگ و زندگی است. چی؟ لالا تو حال کجاستی؟ تنها هستی؟ نه که کدام کسی پیشت است؟ این چی قسم سوال است ها؟ گوش کن، نه که کسی امرایت است، از خاطر قسم سوال پرسان میکنی؟ لالا تو دیوانه شدی؟ دی گل صبح کی پیشم بوده میتونه؟ سر تختم دراز کشیدیم. میبی قسم گپ زده مرا دگام و تشویش نکن لطفا قربانت جوان. درست است، فهمیدم. لالا کجاسی؟ بگو که من پیشت بیام. هر کجا که باشیم همونجا میایم، درست است؟ سینان من نمیخواستم این قسم شوه. بچه من زندگیم از بین دستای میره و من کار کده نمیتونم. بسیار میترسم سینان. من نمیخوایم تنها باشم. از رفتن به زندان بسیار میترسم سینان. لطفا قسم گپ نزنه، کمی آرام باش. بگو که کجاستی تا پیشت بیام. یک جایی با آیوالا میریم. دیگه حالت نباید رانندگی کنی، درست است؟ خانم اصل چی گپ است؟ دیدن بیچارگیم بسیار خوشت آمده نه؟ بگو. چتیات گفتن بان اورال بفهم که با فرار دادن من هیچ چیز بد است نمیاری. بان که برو دیگه ای که به جرم اضافه کردن نرو اورال. وای خانم اصل به من یاد میده که چی کنم. عقل تو بر خودت بس نمیکنه، باز میخوای به من یاد بدی که من چی کنم؟ عقل تو را در کارای دیده مریض روانی. دانت بس تک و گپ نزن. بالاخره کلتان میبینین که با او ذهن مریض من چی کارای کردم میتونم. از روزی که با هم معرفی شدیم، از روزی که تو را دیدیم، من قدر تپیدیم که تو مرا دوست داشته باشی، اما تو به خاطر شناختن و دوست داشتن من حتی یک روزم تلاش نکردی. بسیار زود تو کار کنم که بفهمی چقدر اشتباه کردی که مرا تنها موندی. اگر پیسه آماده نباشه کار تمام است اورال دیمیروغلو. بس است دیگه. بس است. تو کی هستی؟ بس است. بیاین کلتون بیاین. یکی تونم زنده نمیمانم. درست است. پیسه آماده است. با آدرسه که میگم بیا.
کی است بیادر؟ بله. صبح بخیر آقا عزیز. به شما وظیفه خوب آمر صاحب. کدام پیشرفت است؟ بله پیشرفت صورت گرفته. از موبایل شخصی که دخترتان فرار داده یک تماس گرفته شده. خب جایش تثبیت کرده تانستین؟ بله. با تعقیب کردن سیگنال موقعیت اونا را تثبیت کردیم. ما هم حال حرکت میکنیم. گفتم به شما موال بودیم. خوب است. ما هم فوراً مبراییم. چی شده عزیز؟ دختر ما رو پیدا کردن. موقعیتشان تثبیت شده. خوب است که کنان با امیت خبر داره که نمیفهمم چی میشد. درست است عزیز، اما چطور موقعیت اونا را تثبیت کردن؟ سیگنال تلفن اورال را تعقیب کردن. بسیار خوب. حافظ هم گفته بود که اورال به سینان زنگ زده بود، حتما از او طریق تعقیبش کردن. حالا میریم بیادر. ما میرم. نه هیچ اعتراض نکن، شما در اینجا منتظر باشین، ما با شما خبر میدیم. درست است عزیز؟ همراه مدکو که دختر ما را سعی و سلامت بیاری. درست است ملکه، بعدم میکنم. دختر ما را میارم. درست است. کنان بچه کارو نکنی که اورال عصبانی شوه و به اصل آسیب برسانه. چی میشه بچه؟ تو حال دی باره فکر نکن. دخترت پیشت میارم، بعد از تو آرام باش. درست است؟ از دیشب تا بالای چیز نخوردی؟ بگی نوش جان. نمیخوایم. اصل شیخ نکوی قسم خوب نمیشه. فقط که امیال کل چیز نرمال است. توی وضعیت ما بیبی دست و پایین بسته است. مرا فرار دادی، باز برای میگی که غذا بخورم. به نظر تو دلم میشه؟ اگه مجبور نمی بودم نمیموندم میرو سرت بیای. اصل قسم گپ نزن، مثل که به تو ارزش قائل نباشم و به فکرت نباشم. اگه مرا واقعا دوست می‌داشتی، مرا شاهده ای وحشت نمی‌ساختی، نشانم نمیدادی. بیازو خصلت تو همیست. نمیفهمی که واقعا دوست داشتن چی معنا میده؟ تو بازم مرا توهین کرده میری خانم اصل. خوب اقدای دلت خالی کن. تو هیچ بگپ نمیفهمی نه؟ درست مثل یک طفل 5 ساله که ازش بازیچه بگیری و بعدش کوشش کنی او را در بغل بگیری. تو هم کوشش میکنی آدمایی که دوستشان داری را به زور از خود کنی، اما کل چیز بزرگ و پیتر پیش نمیره. اصل تو هیچ مرا دوست نداشتی؟ در قلبت حتی یک ذره احساسان نسبت به من وجود نداشت؟ من به خاطر تو چی کارایی که نکردم، به خاطر خوشحالی تو چی چیزایی که قبول نکردم، هیچ وقت گبت در زمین ننداختم. من در کجا اشتباه کردم؟ کسی که دوستت نداره را اسیر خود ساختی، فریبش دادی، دیگه چی کنی؟ من نخواسته او کار کردم. معذرت میخوایم اصل، مرا ببخش. اورال میشه یک دقیقه صحیح فکر کنی؟ فقط یک دقیقه خواهش میکنم. ای که مرا در اینجا اسیر ساختی هیچ معنایی نداره. درست است، وعده میکنم از تو شکایت نمیکنم. ما شفاخانه میریم، تو تداوی میشی. واقعا بجایی که مرا در اینجا حبس کردی یک لحظه صحیح فکر کن چی میشه. اورال لطفا. تو کدام اشتاق فریب میتی؟ ها؟ میگه من اشتاق هستم. نه شفاخانه میرم، نمیخوایم تداوی شوم. درست است. اگه میخوایی مثل اخبار بیادر دست به دست بریم شفاخانه. مرا سلکو پیشم افسانه سلمنگسک نخون. مزی گپا زیاد شنیدیم. من یک بار اشتباه کردم، تو رو الا کردم. دفعه دیگه این اشتباه رو تکرار نمیکنم. یک دفعه کشتی به خیر آماده شوه، بعد از اوش آسان است. بعد از او همیشه یک جای است، میفهمی؟ تا دم مرگ یک جای باشیم. حالا بخیر. شماره بندی خانه است. بیادرم زنگ زدن. انشاءالله که خیرت باشه. بله لالا چطور هستی؟ خوب هستی؟ در اونجا کل چیز خوب است؟ صبر کن آرام باش لالا. بله یک کمی آهسته گپ بزن. اعتراف چی میخوای بگویی؟ خانم جانانه تو نکشتی؟ تو چی میگی لالا؟ حالا باید گپ بگویی؟ پس کی کار کرده؟ کی؟ ابرو میفهمیدم که این قسم یک کار شده. درست است لالا، تو آرام باش. من از اونجا نجاتت میتم. تشویش نکن. بله کنون ما درست شنیدم بچه من؟ لالا ما حیران ماندیم که چی کنم چی بگویم. بیادره میگه که من خانم جانانه نکشته، مبروی کار کرده، میگه ناگناه شده گردن گرفته.
صبح بخیر. ده اصل خو صبح تو بخیر. از شب تا حال عشق نکردی؟ تو شب عشق نکردی؟ ابرو فکر میکنم تو از اتفاقات چندان خبر نیستی. ای که چی شده چی نشده؟ سینان جان اگه متوجه باشی شب پیش از که من به سر خواب برام در بین فقط گپای کنعان بود، دیگه کدام گپ نبود. چی شده؟ نیک اورال زنگ زده. بله. خب چی میخواست؟ سینان هوش کنی در کارهای کثیف او دخیل نشی، اگه نه او همراه خود تو هم یک جای تبا میسازه. ما چه توی رو فکر نکرده بودم؟ آفرین به تو ابرو، آفرین. من حتی اثر وظیفه‌ام برام قسمی که هیچ کار نشده باشم قسم است. شام همراهت به غذا خوردن برام. نظرت چی هست؟ طرف ما بیبی هر قدر دیوانه باشه، هر قدر مقصر باشه، آخر او بیادر سکم است. فهمیدی؟ اگه ملامتون باشه با یک لحظه سرش چلی پا نمیکشم. اینا باید بفهمی. دفعه دیگه هوش کنی در کار من مداخله نکنی ابرو. سلام آقا عزیز. علیکم السلام. خسته نباشین. سلام. به خانه هستن؟ بله. تصاویر کامرای ترافیکی هم بررسی شد. دیشب ساعتای 11:30 بجه از جاده عمومی وارد مسیری خانه شدن. مشخص است که آقا اورال واسطه را رانندگی میکنه، اما در سیت پشت سرم یک نفر بوده که چهرهش مشخص نیست. در ایالت با در نظر گرفتن شکایتی که از شما رسیده فکر میکنیم که شخص خانم مسئله است. آقا عزیز خواهشم از شما است که خونسردانه محاصره را نظارت کنید. به هیچ صورت نباید مداخله کنیم. بعد از ایش کار ماست. فهمیده شد؟ فهمیده شد امر صاحب. امر صاحب یادم از میچار اطراف دستگیر کردیم. حرکات مشکوک انجام میدیم. احسان تو ده اینجا چی کار داشتی؟ خب راستش آقا کنان تو کوشش کرده که از این وضعیت سو استفاده کرده و پیسه بعد از بیاری. کنان بیشرف اعلان کنین. کنان آرام باش. ما به این کمک میکردیم. درست است. آرام باش بچیم. اول باید اثر پیدا کنیم. اون هر کاری که کده دیگه. حالا دوستا حالا زود شوین، عجله کنین. کم ازی بخو ملکه خواهر. نه خیر منم میخورم. آی نمیشه. اگه دو لقمه هم شوه باید بخوری. از دیشب فتره هیچ چیز نخوردی. خدای نخواسته مفتی و مریض میشی. باز چی خود شد ها؟ من میخورم دخترم، من میخورم. با شکرم خوب است. نه من میخورم. 2 ساعت شد هنوزم ازشون خبره نیست. آی با یک جای دور رفتن، شاید تازه رسیده باشن. خدا میفهمه که او دیوانه دختره به کجا برده. دخترا حافظ کجاست؟ درکایش نیست. کنان او را به شکل پیردار پیش بیادر اورال موظف کردم. ما برم زنگ بزنم پرسان میکنم که چی میکنن ها. ملوش نشنیدی که ملکه چی گفت؟ آدم پیرداری میکنه. حال زنگ زده فکرشو مخشوش نکن. آی درست است. تو هم بیخی سر ما خودم ملکه میسازی خاله. من شکر دارم دختر، شکر. خدا کمکت کنه. زود باش سینان، زود باش دیگه. 4 طرفت محاصره شده. تسلیم شو اورال دیمیروغلو. از اینجا جای فرار کرده نمیتونی. باید خونسردانه دروازه را باز کرده و تسلیم شوی. اینا دیگه از کجا شدن؟ به آخره را رسیدیم. خدا بسته کجا باش گپ نزن. آی سینان لعنتی، پیش از اینکه تو موتر روان کنیم اونا ما رو پیدا کردن. دیمیروغلو تسلیم شو. فرار کرده نمیتونی. راستی؟ تا که من نگفتم خلاص هیچ چیز خلاص نمیشه. من پایان کارم مشخص میکنم. حالا او احمق هم را اینا درگیر نشه.
اورال قدر جرأت از کجا کرد؟ او این کار نمیکنه، دل گردیش نداره. درس من از این است که دخترم در وسط مانده ضرر نبینه. خدا نگاه کنه. دیوانه شدی؟ تو میخوایی چی؟ بله دیوانه شدیم. تو نگفته بودی که من مریض هستم؟ چی شد؟ حالا چرا تعجب میکنی؟ رای خارج شدنم از اینجا پیش تو است مقبولم. اورال چی میشه؟ این کارا نکن. چی میشه لطفا؟ من میرم و همراهشان گپ میزنم. میگم که شکایت نمیکنم، تو را میلا میکنن از اینجا میری، اما اگه قسم یک کار کنی هیچ وقت رفتن نمیتونی، از اینجا برآمدن نمیتونی. اورال تو اشتباه میکنی مقبولم. من به جای رسیدم که راه برگشت ندارم. گپایی که برات میگم دقیقاً انجام میدی، فهمیدی؟ یک زن اصولی میباشی. اگه ندم اینجا اول تو را میکشم، بعدن خودم از بین میبرم. این کارا کدام میتونه میره خوب میفهمی. کسی را که گروگان گرفتی علاقه ده بیرون برای. با تو آسیب نمیرسه. دروازه را ایسته باز کن و تسلیم شد. فرد گروگان را میلا کن. گفتم تسلیم شد. تسلیم شو ما. تسلیم شو ما ترس. ما بیاز تسلیم شدیم. به خاطر که به این تسلیم شدیم به یال روز رسیدیم. من میخواستم که قسم شوه. من میخواستم که مادرم بمره. من میخواستم که ناز کشته شوه. اما شما به این فکر نکردین. هیچ کس با من فکر نکرد. هیچ کس طرفدار من نبود. من چرا باید تسلیم شوم محقا؟ ها؟ چرا کس طرفدار من نیست؟ من در زندگی فقط یک چیز رو میخواستم و هم دوست داشتن بود. هیچ کس روادار نبود. اصل تو چرا روادار نبودی اصل؟ چرا؟ ها؟ تنها چیزی که من در زندگی میخواستم ای بود که معشوقیم برای محبت بده. شاید شکستاندیم، غم دادیم، مجبورتان ساختیم، اما اگه ما به یالت رسیدیم کلش به خاطر شما بوده. هیچ کسی از ما چیزی رو پرسان نکرد. ما هم از دست شما ایرا را انتخاب کردیم. حالا اگه میخواین به کس آسیب نرسه، من از اینجا همراه اصل میرم. اگه کوشش کنین که مانع من شوین، اول اصلا میکشم، بعدا خودم از بین میبرم. باز از اینجا یک جای میریم. ها؟ شنیدین چی گفتم؟ اما قلبم بیخین آرام شد. دیگه نمیتونم تحمل کنم. دخترم یکم آرام باش. خدا را یاد کن. کل چیز از جانب خداست. گفتنش آسان است. من یک دفعه دیگه دخترم ببینم، یک دفعه دیگه بویش کنم، باز متباقی عمرم از دخترم باشه. ملکم دختر مقبوله. یکم دیگه صبر کن. بیبی حال خبرهای خوشخواد رسید. دازم بخیر و بزودی دختر مقبول ما را عروس میسازیم انشالله. او سعی و سلامت برسم و دیگر چیز نمیخوایم. ملکه ملکه ما تثبیت ساختیم که قاتل خانم جانان دیمیروغلو ابرو سانجیک است. میفهمی که او در اینجاست. با گرفتاریش آمدیم آقا.
با اتکا به صلاحیتی که برم داده شده شما را به حیث خانم و شوهر اعلان میکنم. حالا بخیر، با شما سفر خوش. شما را دیالت دیدم دیگه، اگه بمرم هم غم ندارم. مادر جان دیگه هیچ چیزی نیست که به خاطرش گریه کنی. طرف ما ببینین، هر جای که رفتین ما را بی خبر نمونه. خدا شما را از هم جدا نکنه و درخشش و شادی که در چشمایتون از هیچ وقت ختم نشه. مادام رو خود کسایی را ندیدیم که به اندازه شما مستحق رسیدن به هم باشه. به خاطر رسیدن به هم دیگه جنگ و مصیبت ها را سپری کردین. پشت شما در قدم دوم ما و ملکه هستیم. حالا خانم دوست داشتنی ما، اگه آماده باشی با سفر خوش خود شروع کنیم. بیا زود، به اندازه کافی دیر کردیم اما تو نیست. خدا حافظ. خدا حافظ. بخیر بریم. اصل